I was down, but now I'm up. It's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. بچه‌ها این نوشیدنی جوکرمونه و این هم اسپرسوی کامرشیال. از اونجایی که من یه چندین سال قهوه خورم میتونم یه نظر خوب بدم. نوشیه. من قبلش چندم با آب شستشو دادم که مزه قهوه رو بزنم، ولی یه خورده قهوهش آندره یه کوچولو، ولی در کل طعم خیلی خوبی داره و به نظر من اوکی قیمتش. چه طعمی ها حس می‌کنی؟ خب نوشیدنی که خوردم اولش یه انفجاری از ترشی و شیرینی و تلخی بهم داد و یکسان بود. بعد رفته رفته تو افترش یه زست لیمویی رو حس می‌کنم و تلخی پرتقالی که برام جذاب بود. شیرینیش به نظرم اندازه است، ترشیش، خنکیش و بالانسی این نوشیدنی به نظر من مناسب بود و این نوشیدنی رو دوست داشتم. یعنی ممکنه سری بعد اینجا بیام من این نوشیدنی رو سفارش بدم. روی 22 دقیقه ماجیک ماشروممون به عنوان پیش غذا سفارش دادیم اومد، بریم تست کنیم ببینیم چطوره. خب بچه‌ها میریم راجع به ماجیک ماشروم نظرمون رو بدیم. من از 1 تا 10 8 میدم. من 4 میدم. من نمره 6 میدم بهش. منم نمره 7 رو میدم، چون به نظرم یه مقداری طعم و بوی خوب اونچنانی نداشت، ولی خب مزهش در کل اوکی. این هم امریکانو برگره که بعد از 31 دقیقه روی میز ما اومد. بریم تست کنیم ببینیم که چطوره. یه کانسپت آمریکاییه دیگه، تست کنیم ببینیم که چه مزه‌ایه. A few moments later. من که خیلی تخصصی نمیتونم نظر بدم، ولی به عنوان یک مشتری تا اینجا با یه گاز بهش 7 میدم. اونم به خاطر گوشتش، همش گوشت، ولی حجمش به نظر من متوسط کم، قیمتش خیلی نمیشه. اینجا سرخ شده ژاپنی با مرغ، ببینیم چجوریه. با اینکه تو ذوق من نیست چون یه غذای شرقیه تقریبا، ولی به نظر من غذای جذابیه. من یه نمره 7 میدم، 3 تاش هم به خاطر ذائقه خودم، یعنی مشکلی نداشت براش. یه مقدار غذای چربیه نسبتاً، ولی خب کلا خوشمزه است. برنجش هم یه مقدار حالت پفکی طوری نیست، یه مقدار لاستیکی طوریه. در کل بد نبود. نمره من به این غذا 6 هست. خب بچه‌ها به فاینال ویدیو رسیدیم. کلاً 7 آیتم شد که شامل 2 تا پیش غذا، 2 تا نوشیدنی و 2 تا غذای اصلی و یه پیش غذا دیگه. یه پیش غذا. کلاً 7 آیتم شد دیگه که براتون میذارم و قیمتش تقریباً 1,700,000 تومان شد برای 4 نفر. و الان میخوایم که کلاً به طور کلی نظرمون رو اعلام بکنیم. اول شما. نظر من به طور کلی 8 از 10. اگر فضا رو هم در نظر بگیریم که فضای واقعا دلنشینی، دکور اوکی داره و
کلا لحاظ کوالیتی فضایی خیلی خوبه، لحاظ متریال غذایی یک کوچولو کار داره به نظر من و من نمره 7 میدم به این مجموعه. منم با تو هم عقیده‌ام، فضای خیلی قشنگیه و دوستانه و لذت بخش میشه استراحتی کرد و تایم گذرون. ولی نکته‌ای که برام خیلی سوال شد یه همچین مجموعه‌ای چرا سسای دستساز نداره. با ماجیک ماشروم پیش غذاش برای ما کچاپ آوردن، با برگرش کچاپ آوردن و برگرش به سس مایونز رقیق شده شرکتی بود. این خورده برام خیلی سوال شد. کلیت بهش 6 میدم چون برنج سوخالیشو دوست داشتم. آسیایی در آورده بود، سبزیجاتش فرش بود و اندازه بود، ولی تو کیفیت روغن پیش غذاش و اینا واقعا تازگی نداشت و قهوه‌ش هم آندر بود و برگرش هم که سس دستساز نبودنش یه خورده منو نسبت به مجموعه که وارد شدم واسه اولین بار اینجوریم کرد که چرا میتونست خیلی بهتر از این یه سوسی بذاره و یه طعم درستری وقتی آمریکانو برگر میده رو بده. همین. بچه‌ها من بیشتر با فضای اینجا حال کردم، یعنی فضای خیلی دلنشین و خفنی داره، ولی اگه بتونه کنار این فضای خیلی خوبش غذای با کوالیتی هم بده خیلی خوب میشه. در کل اینکه من با نوشیدنیم خیلی حال کردم با جوکره، من به فضا و به غذای اینجا کلا نمره 7 میدم. مرسی.